Assalomu alaykum. همکورس یا Hoji, assalomu زندگی کن Ya خیلی دوست برده همین دیدم من کدام مکه چه سوز تیزی کارو خوبه چه یا اینه موشی خدی بود مکه موشی خدی این موشی خدی یا لکس جاکس این سفید انا می سفید دیدی کو همین گذشته سمت مکه یک خدی دیدم همین دیده برو یک دیدم گفتم که من کردم همکورس هزار سلامتی از اون نسل سوزه یا مراجعه بگم که هم کلونی بده دو آدمای نه من خیلی مراجعه کنم پرستوی نمیخوام خودت میدونی خیلی کارای ما که کار شما با خطا کارو واسبین که تو مرا میگی نه دیدم تو هر جا تو رو میبینم در اینترنت آفیسی که دستی یا که میبینم در اینستاگرام حلوگی که دستی بویا که میبینم بلاگری که دستی خاطر هم تو فخر من خرسان نشم تو هم بلاگری میکنی کدای خیلی دیوانگی میکنی در تلفنو سلامت دیگه مردک باره کو آدمگری کم کن که چوت توی کدی اون یا دختر خدی ها 5 سال گشتی همکوش ما بود کو دانشگاه 5 سال 6 سال گشتی کدیش توی کدی نگ اوای گرفتی دیگه فایرون مولام نکردی یکی ماکا همین مردک باره کو دبای نیمه خودت آواز زور داشتی سنت زور داشتی همین میخوندی کو مردک باره لوستر میخالتی هم خیلی آواز زور داشتی سنت کاری زور بدی لیکن چیزا همون دوادوی توی بود نمیدونم دختر گرفتی نگرفتی دیگه باز کرده یک سنت کاری را همین را نفهمیدم چه کده دیشا جان ما دختر خیلی فوتیا کردم خب لیکن دلم هم دخترمو حجنگاریشمو دلم همه حافظه دنیا هم مجموع دلم هم مجموع بود چی با چی گپ چی تینجه اینجا گفته که پرسی تا هم کورسی عزیز که تا هم کورسی ساعت 2 شب بود فوتیامون کدگی خب ساعت 2 شب تلفن کردی گپ زده استیم بعد گفت که دوست مراجعان اگه داودی توی باید توی شب گفت که دوست مراجعان من یک حافظی گوش کنم گفت خب یا دو حافظه گفت اسکچات کردم گفت همه حافظی گوش کنم گفت تلفن کردی ساعت 2 شب بود من گفتم خب گوش کن خیلی دیگه همون تاب جدا شدیم یکی ایری آدمگری نیست نه خب هم تلفن خدمت به چرا باید گوش کده سرود گوش کده همون کتیبه جدا میشی در حال خیلی دیگه همین خجدو شدی نه خان دلم گوی دادن گرفت دختر خوب بود دختر نازمو بشخی ساعت 4 چاوشی خب دیگه همین خجالت کردم که زنگ نزد دلم گوی دو زنگ زدم ندانی کی میبردارم کی میبردارم انم حافظ گوش کرده بود کو تلفن انم حافظ برداشت سلام با کلی هموطنان من کانال که توصیه میتونم برای کلی دادرکا و خواهرکا نام کانال کازی سازی البته با زبان روسی ما میخوایم که دادرکای عزیز شما در آینده به проблема زبان روسی رو گپ زنین. Здравствуйте, как дела, как здесь, как работа, все хорошо, да? Да, биг тупа, губеньки, бичок, губика, бела гупа, бела тупа. Рассказать вам про покупки, про какие покупки. Поняли, да, по-русски? Мальчишки, поняли по-русски? Вот это канал, давай подписываем, потом посмотрим. Кози, сози.